ده‌ها مسلمان در یک قهوه‌خانه در ارلینگتون ویرجینیا گرد آمدند نخستین مناظره تلویزیونی بین نامزدان ریاست جمهوری را تماشا نموده و نظریاتشان را در مورد مناظره بین هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه ابراز کردند. اگر همه مسلمانانی که واجد شرایط رایدهی رای بدهند، ما می توانیم یک تغییر بزرگ را به وجود بیاوریم. من آمدم صرف ببینم و کمی بیشتر بفهمم که هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ در مورد برخی مسائل مشخص چگونه فکر می کنند. برای من به خاطر مانده ترین لحظات مناظره زمانی بود که نامزدان در مورد نظارت پلیس از محلات مسکونی و تغییرات در سیستم‌های قضایی و جنایی صحبت کردند. من تصمیم خود را می دانم. فکر نمی کنم مناظره توانسته باشد آن را تغییر بدهد. من میخواهم بگویم که من میخواهم ببینم که افراد هوشمند بیشتر خودشان را نامزد کنند. از این که افرادی که عقل آن را ندارند این کار را میکنند خسته شدم و این متاثر کننده است.